السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمشايخنا واغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. اللهم آمین. دوستان، جلسه 6 هستیم از کتاب صرف میر، بابهای ثلاثی مزید، صفحه 63، درس پنجم کتاب. بابهای فعل ثلاثی مزید فیه. در پاورقی گفته که برای شناخت فعل مزید از مجرد، ثلاثی یا رباعی، صیغه اول ماضی در نظر گرفته می شود. اگر بر حروف اصلی آن یک حرف یا بیشتر اضافه شده باشد، مزید خواهد بود. خب، قبل از اینکه کتاب رو پیاده بکنیم رو تخته، یک نکته خدمتتون بگم، همین چیزی که در پاورقی گفته. ببینید، ملاک تشخیص ثلاثی مجرد از مزید اولین صیغه ماضی فعل است. مثلا ما اعلمو رو بهمون میدند، با علمو. اینجا که ما میگیم الف زائده، واو هم ضمیر فاعلیه. عین همین مطلب رو اینجا هم داریم. این الف زائد، واو ضمیر فاعلی. شما بیایید سه حرف اصلی رو پیدا بکنید که عین و لام و میم هست. اینم عین و لام و میم. ما وقتی که از میم که حرف آخره یعنی لام الفعله بر میگردیم، میبینیم که در علمو حرف زائدی نداریم، اما در اعلمو این همزه مفتوح است. همزه مفتوح که میگم دوستان، چون اونی که این حرکت روش هست، حرکت فتحه یا حرکت کسری زیرش هست، در واقع اون همزه است و این رو بهش میگن کرسی، به الف میگن کرسی. اصل مثلا کلمه ابر این، حالا حتی تو فارسی هم. حالا اگه عربی رو حساب بکنید، مثلا فرض کنید ازنه رو که اینطور می نویسند، یا اوزنه، اینم در قرآن داریم. اصلش اینه دوستان من، ولی چون این زیبا نیست، اومدن یک پایی براش گذاشتن، به اون پایه الف میگن کرسی. و شما میدونید که کرسی همزه یا الف یا یاء یا چی یا واوه. در حال این رو فکر کنم که همه شنیدن حتما. اینی که مثلا به اینجا نمیگیم الف، در اعلمو میگیم همزه، جهتش اینه چون اون چیزی که خونده میشه یه همزه که حالا تو کتابت معمولا نمی‌نویسن، تو قرآن هم نمی‌نویسن. وگرنه نگاه کنید، اعلمو همونطور که عرض کردم اینه، یه همزه اینجا هست، این رو فقط پایه کردن از جهت نگارش و نوشتاری. علی حال داشتیم این رو میگفتیم که ما علمو رو به اعتبار سه حرف که داره بهش میگیم ثلاثی، کمان که به علمو هم میگیم ثلاثی. منتها به علمو چون حرف زائد قبل است،
لام الفعل به این طرف به انتها نداره بهش میگن ثلاثی مجرد. به اعلمو که اینجا یه همزه‌ای هست میگم ثلاثی مزید. فرحنا، یه مثال دیگه میگم با مثلا فرحنا. فرحنا یعنی آن زنان شاد شدند، فرحنا یعنی آنها افرادی را شاد کردند. خب حالا من میخوام ببینم که اینا کدومشون ثلاثی مجرده کدوم مزیده. اولا در این که ثلاثی هستند هر دو مشترکند، چون فا و را و ها حروف اصلی هر دوه. منتها در محاسبه میگیم که این نون ضمیر فاعلیه، پس این نون ضمیر فاعلی در هر دو رفتن بیرون. حالا فرق فرحنا با فرحنا در این هست که شما در لام الفعل که حرف ها باشه وقتی که برمیگردید میبینید که در حرف دوم که حرف را باشه یه تشدیدی هست. خب همین تشدید رو بیار بر فعله سوار کن، میشه فعلنا. بنابراین فعلنا تکرار عین الفعلش میشه حرف زائد، پس این ثلاثی مزیده. ولی فرحنا چه هست؟ فرحنا ثلاثی مجرد. یعنی دوستان من میخوام به شما بگم که هیچ وقت الف مثلا ذهبو در صیغه 3، تاء ذهبت در صیغه 4، تاء ذهبت در صیغه 5 ذهبتا و همچنین ضمیرهای فاعلی ذهب ذهبا، خود این واو ذهبو، الف ذهبتا، بعد نون ذهبنا، تا در ذهب تا، توما در ذهب توما، توم در ذهبته، اینها رو حرف زائد حساب نکنید. الف که اینجا گفتیم این که شد حرف زائد، حرف زائد باب رو میگم. تا شد علامت تانیث. بقیه اینها هم که هستند اینها ضمیر فاعلی هستند. حرف زائد مربوط به بابهای ثلاثی مزید مربوط به اینه که لام الفعل شما نگاه کنید در فعله، از اینجا تا اول فعل اگر قبل از لام الفعل، قبل از عین الفعل، قبل از فاء الفعل یک حرف یا دو حرف یا سه حرف بود، اون دیگه میشه ثلاثی مزید. دوباره مثال میارم. مثلا فرض کنید خدمتم. خب من این رو حساب میکنم با استخدمتم. توم چی میشه؟ توم همین حالا گفتیم که این میشه ضمیر فاعلی، پس این رو حساب نمیارم، همونطور که در استخدمتم هم نیست. بعد با یکم تبحر و خوندن و نگاه کردن و چیزایی که در دبیرستان و راهنمایی خوندیم و ذوق رو پیدا کردیم میدونیم که در هر دو فعل خا و دال و میم اینها بنیه و اساس و ماده فعلند و چون سه تا هستن میشن ثلاثی. هم خدمتم هم استخدمتم ثلاثی اند. ولی ببینید از میم حساب کنیم تا اول فعل، نه در اینجا و نه در اینجا و نه در اینجا، یعنی نه قبل از میم نه قبل دال نه قبل خا. در خدمتم ما حرف زائدی نداریم، بس این ثلاثی مجرده. ولی اینکه خدمتم یه تومی درش هست، اون توم رو بهش میگیم ضمیر فاعلی. اما در استخدمتم بعد از حذف توم که ضمیر فاعلیه، قبل میم که حرف آخره چیزی نداشتیم، قبل دال چیزی نبود، ولی قبل خا سه حرف هست، همزه سین تا استخدمتم.
پس این یکی استخدمتم میشه ثلاثی مزید. و دوستان من، همونطور که در کتاب گفته بود، اون چیزی که ملاک برای تشخیص ثلاثی مجرد از مزید نه فعل مضارع، نه فعل امر، نه فعل نهیه، فعل ماضیه. بعد در خود ماضی هم چه ملاک؟ صیغه اول. یعنی ما در واقع وقتی که میگردیم به صیغه اول، این میشه خدمه، این یکی میشه استخدمه. حالا دیگه خیلی راحت تر میگیم خدمه 3 تاست و هیچ حرف زائدی نداره، پس این رو بگو ثلاثی مجرد. ولی استخدمه همین خدمه رو داره به اضافه همزه و سین و تا، پس این رو بگو ثلاثی مزید. و این چیزی که ایشون گفته بود اینه. و ما ادامه بدیم کتاب رو. باب های ثلاثی مزید دوستان من 10 بابه. از این 10 باب 8 باب کاربردی تره، 8 باب. ولی اون 2 باب دیگه هم که ایشون آورده، اینا به هر حال در بعضی از کتاب ها هستند ولی کمتر. این 10 باب رو برای شما میگم و از همین اول شما بدونید که اینها از جهت حرف زائد به 3 دسته تقسیم میشند. باب هایی که 1 حرف زائد دارند، باب هایی که 2 حرف زائد دارند و باب هایی که 3 حرف زائد دارند. پس همراه من میتونید زیر همین ابواب ثلاثی مزید بنویسید. ثلاثی مزید در تقسیمی به 3 دسته تقسیم می شوند. باب‌های دارای 1 حرف زائد، باب‌های دارای 2 حرف زائد، باب‌های دارای 3 حرف زائد. حالا یه حرفی ها رو اینطوری گفته که باب‌های دارای 1 حرف زائد. خب ما یه جدولی میکشیم. یک، 2 و 3 باب داریم. اینجا رو می‌نویسیم نام باب، اینجا می‌نویسیم فعل ماضی مضارع، بعد مصدر، اولین صیغه امر حاضر، اسم فاعل، اسم مفعول. یکم که بیشتر جلو بریم متوجه میشید که این جدول از جدول کتاب قشنگتره، کاملتره. نام باب اولی رو گفته که باب افعال. جالب اینه که بدونید 8 باب از این باب ها تو فارسی و کردی و ترکمنی و بلوچی که زبان های مناطق اهل سنت ایرانه، که البته به جز عربی، 8 باب خیلی کاربرد دارن. مثلا همین باب افعال شما بینید کلماتی مثل اعلام، عرض شود مثل اظهار، ابراز،
اجبار. همین ها بینید که باب افعالند و خیلی هم تو فارسی میگن که فلان مطلب رو رادیو اعلام کرد، یا مثلا میگن که فلان چیز اجباری شد، اجبار. پس اینا هستن، در فارسی هستن. نام بابمون شد باب افعال، فعل ماضیش میشه افعل. بعد دوستان به جای که یه ستون دیگه باز کنم که اولین صیغه ماضی رو که نوشتم حرف زائدشم بگم، حرف زائد رو با ماژیک قرمز مشخص میکنم براتون. حرف زائد این میشه همزه. همزه مفتوح. این دیگه حرف زائد، شما میخواید یه ستون باز کنید، حرف زائد رو این برای چیز نوشتم. افعل مضارع میشه یفعل. مصدر میشه افعال. یعنی در واقع نام باب و مصدر یکیه، افعال نه افعال. اولین صیغه امر حاضر این میشه افعل. اسم فاعلش میشه مفعل. اسم مفعولش میشه مفعل. خب همینجا چند نکته خدمتتون بگم. اولا به اینها که میگن قیاسی معنیش اینه که این قالب رو شما دقیق حفظ کنید. یعنی شما قشنگ حفظ کنید که ماضی میشه افعل. هیچ وقت نگید افعل، افعل. دقیقاً بر این وزن افعل. حالا یه حرفی بهتون که میدن قشنگ ببر همین وزن. مثلا جبر، بگو جبر اینجا می نویسید، یه ا اضافه می کنید، حرف دوم رو ساکن می کنید، میگید اجبر. حالا در مضارع جبر رو دوباره بنویس، حرف مضارع رو ضمه بده، بگو یجبرو. میگن سماعیه، یعنی یه وقت یجبرو رو یجبرو نگید. عین الفعل مکسوره، باید بگید یفعلو یجبرو. و مصدر افعال میشه چی؟ میشه اجبار. و اما شما ممکنه سوال بکنید، بگید که ما که خوندیم امر حاضر همزش یا ا میگیره، مثلا شما میگید اجلس، افتح، یا او میگیره میگید اکتب. ببینید اینجا بنویسید نکته ای در مورد فعل امر حاضر باب افعال. ما خوندیم که همزه امر حاضر یا مکسور است یا مضموم. حالا اول مضمومش رو بگم. کجا مضمومه؟ اگر عین الفعل مضارع ضمه باشد، همزه امر حاضر مضموم است. یعنی مثلا تکتبو، نگاه کنید عین الفعلش تاء ضمه داره، امرش رو که نمیگن اکتب، میگن چی؟ میگن اکتب. در غیر این صورت اگر عین الفعل مفتوح باشد مثل تفتحو، تفتحو، یا مکسور باشد مثل تجلسو، اینجا دیگه نمیگیم تجلسو، میگیم تجلسو. چه مفتوح، چه عین الفعل مفتوح، چه عین الفعل مکسور، همزه امرش میشه میشه کسره. این میشه افتح و این هم میشه چی؟ اجلس.
یعنی در تفتحو نمیگن چون عین الفعل مفتوحه امرش رو بگو افتح، نه افتح غلطه. عین الفعل چه فتحه باشه چه کسره باشه، همزه در ثلاثی مزید همزه امر مکسوره. و اما بریم سر باب افعال. پس چرا در باب افعال میگیم اجبر یجبر و اجبار بگیم زورکان میگیم اجبر، اظهر یظهر و اظهار میگیم ازهر، اعلم یعلم و اعلام میگیم اعلم، اعلام بدار. چرا میگی چرا نمیگی چرا نمیگید او؟ چرا مفتوحه؟ دلیل اینه که دوستان این رو من پاک کنم که متوجه شدید و به شکل سوال جواب می نویسید همزه امر باب افعال مفتوح است و فقط این مربوط به باب افعال است. خوبه این معلومات رو پیدا کردیم، ولی حالا از این معلومات یک سوالی درست میکنیم، میگیم چرا اینطوره؟ ببین این صرفی ها علمای علم ادبیات میگن که چون مضارع باب افعال یک همزه مفتوح داشته است، یعنی اینجا که میگیم افعل یفعل اصلش چی بوده؟ اصلش یفعل. بعد این همزه در اثر تکرار زیاد حذف شده، چون اساساً در زبان یکی از چیزهایی که موجب تغییر کلمه میشه تکراره. تو فارسی و کردی هم هست دوستان، حتما در زبانهای دیگه هم هست. تکرار موجب میشه که شما گاهی یک حرف رو حذف کنید که راحت‌تر بگید. به جای اینکه بگن مثلا اجبر یا اجبر و اجبار، ببینید ثقلم داره، بگیم اجبر یجبر و اجبار. حالا که فعل امر میخوایم درست کنیم در صیغه 7 میگیم تو افعلو، ببینید یا اجبرو رو یا افعلو رو صرف کن، یا افعلو یا افعلان یا افعلون، رسیدیم به 7 میشه تو افعلو. ت رو حذف کن که بخوای فعل امر درست کنی، حرف بعد از تا متحرکه، حرکت داره، فتحه داره، همین خودش فعل امره. یعنی دیگه نمیخواد یه ا دیگه هم اونجا اضافه کنیم، چون قابل خوندنه. چی به دست میاد؟ افعل به دست میاد. فلهذا خود افعل میشه چی؟ میشه فعل امر. و این که شما بینید که افعل در فعل امر صیغه 1 مفتوح است، همینه. چون ببینید حالا من این رو نگفتم در فعل امر براتون، گفتیم که در ثلاثی مزید میگیم. شما نگاه کنید حرم یحرم و تحریم، این بابی که بعداً میخونیم حرم یحرم و تحریم، چه وزنیه؟ فعل یفعل و تفعیل. خب این فعل یفعل و تفعیل اگه بخواید این رو امر حاضر کنید، برو صیغه 7 میشه تفعل. تفعل رو که میخوان فعل امر حاضر ازش درست کنن، ت رو بزنیم، این هم مزوم کنیم انتهاش رو، میشه فعل. آیا فعل قابل خوندن هست؟ بله. حالا که قابل خوندنه پس همزه نمیخواد. اون همزه ای که ما اینجا اضافه میکردیم، میگفتیم مثلا افتح یا اجلس، اون همزه به خاطر این بود که در تفتح و ت رو که میزدیم، حرف بعد از ت که میشد حرف اول سکون داشت.
و در عربی میگن ابتدای به سکون، محال تفتح رو داشتیم، فعل امر میکردیم، تش رو میزدیم، آخرش هم جزم میکردیم، این حالت به دست می اومد. ف ساکن، ت مفتوح و ح ساکن. و چون در عربی ابتدا به ساکن مشکل هست، یه اضافه میکردن، میشد افتح. اما شما اگر در تفعلو تشو بزنید، حرف بعدی ساکن نیست، مفتوحه، پس این خودش میشه فعل امر دیگه، نمیخواد، او نمیخواد. لذا شما در تفعلو صیغه هفته باب افعال ت رو اگه بزنید، اون چی که به دست میاد میشه فعل امر، البته به شرط اینکه آخرش هم جزم کنیم، یعنی بگیم افعل. پس امیدوارم دوستان دلیل مفتوح بودن فعل امر باب افعال رو متوجه شده باشند. بعدش هم حالا مصدر میشه افعال. یه مثال هم بیاریم، همین جبر شد اجبر یجبر اجبار اجبر. و ما چرا دو ستون اسم فاعل و اسم مفعول رو جدا کردیم؟ نگاه کنید دوستان، ما در امثله خوندیم که اسم فاعل و اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد، اسم فاعل میشه فاعل، اسم مفعول وزنش میشه مفعول. مثلا نصره میشد ناصر، اسم مفعول میشد منصور. جعل جاعل مجعول، ظهر ظاهر مسور، مثلا یه جایی کاربرد داشته باشه. عرض شود نظره ناظر منظور. ولی اینجا چرا بر اسم فاعل و اسم مفعول یک ستون رو باز کردیم؟ برای اسم فاعل یه ستون، برای اسم مفعول یه ستون. به علت اینکه دوستان اسم فاعل و اسم مفعول فعلهای ثلاثی مزید بر وزن فاعل و مفعول نیست. یعنی مثلا اجبر یجبر و اجبار، حالا بگن اسم فاعل اجبار بگو، نمیگیم جابر. اسم مفعولش رو نمیگیم مجبور. این جابر و مجبور مال جبره است، جبره ثلاثی مجرد. حالا که ما اومدیم باب افعال رو درست کردیم، اسم فاعل رو باید از صیغه فعل مضارع بسازید. حرف مضارعه رو به ما تبدیل میکنید در اسم فاعل، حرف ما قبل آخر رو کسره میدید. یعنی اجبر یجبر رو، حالا این رو من اسم فاعل کنم، یهشو میزنم به میم تبدیل میکنم میشه ما، حرف قبل آخر رو کسره میدم میشه مجبر. اخبر یخبر رو اسم فاعل میشه چی؟ مخبر. اظهر یظهر رو اسم فاعل میشه مظهر. انصف ینصف و اسم فاعل منصف. و اما اسم مفعول یک کسری فرق داره. من در اون صرف بزرگ گفتم که وقتی که آقای دکتر مصدق رو محاکمه کردند، قاضی یک فرد نظامی بود که چیزی بلد نبود از ادبیات. بعد گفت که متهم را بیاورید. آقای مصدق آدم زرنگی بود، بعد نکته سنج بود و شوخ بود اونطور که در تاریخ گفتند. و ایشون که رفتن نشستن در جایگاه، گفت جناب قاضی من به شما توصیه میکنم یه بار دیگه برید دبیرستان درس بخونید اسم فاعل و اسم مفعول رو، که بدونید اسم فاعل کسره میگیره، اسم مفعول فتحه میگیره. من متهم نیستم، من متهمم. استخدم یستخدم، اسم فاعل میشه مستخدم، اسم مفعول میشه چی؟
مستخدم. فرح یفرح، اسم فاعل میشه مفرح با کسره، اسم مفعول میشه مفرح با فتحه. بنابراین دوستان من اسم فاعل از یفعل میشه مفعل، ببینید یک کسره و فتحه فرق داره. اسم مفعول میشه چی؟ مفعل، یک کسره یه فتحه، اسم فاعل و اسم مفعول از هم جدا میکنه. حالا چند تا ماده رو با هم دیگه تمرین میکنیم. مثلا جبر باب افعال، اجبره یجبر، اجبار اجبر، مجبر مجبر. نصف انصف ینصف انصاف، انصف یعنی انصاف بده، منصف اون که انصاف میدهد، منصف یعنی آنچه یا فردی که در موردش انصاف رعایت شده است. خب خیلی خوب، همین حد کافیه. یکم حرفمون طولانی شد، بقیه رو جلسه بعد توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.